مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا هشدار داده است که اگر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهادهای مشخص ارائه نکنند، ایالات متحده از میانروی دست میکشد. تمی بریوس، سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا، از قول روبیو گفت وقتی آن رسیده است که دو جانب پیشنهادهای معینی برای پایان دادن این مناقشه ارائه کنند. در همین حال دیپلمات آمریکایی جان کلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به ادامه خونریزی در اوکراین گناهکار کرده با تأسف گفت که حمله های گسترده این کشور سبب تلفات زیادی ساکنان بیگناه شده است. وی گفت رهبران هر دو کشور باید تصمیم بگیرند که آیا رسیدن به صلح امکان پذیر هست یا نه. و اگر هر دو جانب جنگ را بس کنند، ایالات متحده آمریکا آنها را در راه رسیدن به صلح پایدار پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 29 اپریل در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ABC گفت فکر می‌کند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین می‌خواهد به جنگ در اوکراین پایان بخشد. پوتین روز 28 اپریل در پیوند به عید پیروزی در جنگ دوم جهان آتشبس 3 روزه اعلام کرد. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که آتشبس 30 روزه اعلان شود.